اگه اومدین حرم امام رضا علیه السلام، دیدن این چند جا رو از دست ندید. بعد از زیارت اول به صحن انقلاب برید. وسط صحن سقاخانه اسماعیل طلاست. آبی که خیلیا به نیت تبرک می نوشن و از قدیم نماد امید و برکته. کمی جلوتر هم پنجره فولاده، جایی که دعاها و نذرهای زیادی به اون گره خورده و پر رمز و رازترین نقطه حرمه. بعدش حتما به چایخانه های حضرت سر بزنید. جایی برای خستگی در کردن با یه استکان چای نظری بهشتی، مخصوصا چایخونه رزمان با اون فضای سرسبز و دلنشینش. وقتی دلتون گرم شد، سری هم به موزه آستان قدس بزنید. پر از آثار ارزشمنده، از قرآن‌های خطی گرفته تا فرش‌های نفیس و اشیای تاریخی که هر کدومش قصه‌ای داره. برای خانواده‌ها هم رواق کودک فضای خاص خودشو داره، پر از بازی، آموزش معنوی و انرژی برای کوچیک‌ترها. تو دل همین صحن‌ها مزار بزرگان زیادی هست، مثل شیخ بهایی، عباس میرزا و آیت الله رئیسی و کلی عالم دیگه. این نشون میده که حرم فقط جای زیارت نیست، بلکه بخشی از تاریخ ایران هم اینجاست. اما یکی از لحظه‌های خاص حرم وقتیه که به نقاره خانه میرسید. صدای نقاره ها قبل از اذان کل صحن رو پر از حال و هوای معنوی میکنه. و در نهایت اگه بخوای زیارتت رو ماندگارتر کنی، سری به جایگاه اهدای خون بزن. اینجا میتونی با یک کار خیر هدیه‌ای از جانت تقدیم کنی. اینها فقط بخشی از زیبایی‌های حرمن. هر بار که پا به اینجا بذاری، چیز تازه‌ای برای دیدن و تجربه کردن هست. یا امام رضا.